سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام‌های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب روستاهای زیاد زیر آب شده، زمین‌های زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند. به روز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت‌های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. در همین حال پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که فردا یکشنبه بغلان بار دیگر شاهد باران و سیلاب خواهد بود. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.